دیدی ما دوربینا رو کار گذاشتیم چون حرفای اینجا هست خیلی عجیبه، یعنی جای عجیب و غریبه. خانه افریت. انشالله. ساعت 2 بامداده، داریم میریم سمت لوکیشن. ما از شما ترسی نداریم چون ما در حریم امیرالمومنین علی هستیم. یا علی، یا علی. شما فقط دارین صدای منو میشنوین. شما فقط دارین صدای منو میشنوین. صحبت کنی یا ابوالفضل. ماشاءالله ماشاءالله. چی دوست داری برات بیارم؟ سلام، خوش اومدین. لطفاً در طول ویدیو از هندزفری استفاده کنید و نور گوشیتون رو تا آخر زیاد کنید. ساعت 2 بامداده، داریم میریم سمت لوکیشن. سلام علیکم عزیزان. همینجور دیدی ما دوربینا رو کار گذاشتیم و یه جورایی فراخانی زدیم، هزار مکان شده و یه درخت معروفی اینجا هست. گفتیم بیایم از درخت شروع کنیم چون حرفای اینجا هست خیلی عجیبه، یعنی جای عجیب و غریب و معروفه به خانه افریت. انشالله امشب بریم ببینیم چی میتونیم ثبت کنیم. حتما حمایت کنیم. ممنونم. سلام و درود بر شما، بر شما موجودات. ما نه به دینتون کار داریم نه به ایمانتون. ما فقط اومدیم برای ساخت مستند که به مردم اثبات کنیم که شما موجودات حضور دارین و وجود دارین. سلام، درود بر تو. سلام، ممنون که جواب منو میدی. سلام، سلام بر موجود خوب به هر دین و دیانتی. من میخوام فقط باهات ارتباط فارسی بگیرم به زبون خودمون و زبان کرمانی. به ما نزدیک نشو، از دور به ما ارتباط بده چون ما در حریم امیرالمومنین علی هستیم و شیعه مرتضی علی. ببخشید گفتم چون میخواستم همین اول حریممو برای شما بگم. بله میدونم صدای ما رو داری میشنوی. میتونی یه سنگ پرتاب کنی جایی که نور تابی
ممنونم از این ارتباط دادنت. صدای شکسته شدن درخت رو شنیدم ولی نمیدونم کجایی. تو الان دیگه ما رو احساس میکنی و میدونی ما الان ترسی از تو نداریم و میدونی برای چی. یا سمت راست من، سمت راست من. دیگتر بزنی به حق شومان، به حق فرشتگان درگاه خداوند، نشانه های حضور شما در این مکان بسیارند ولی نمیدونم چرا بزن نزدیکتر. به نام این خاک پدیدار شوید، به نام پدر و مادراتون. من فقط یک نشونه از تو میخوام. اگر نشونه کاملی به من بدی من این مکان رو همین الان ترک میکنم. یک نشونه واضح در دید من انسان که وقتی انسان‌ها دیدن باور کنن که این نشونه رو شما دادین. میگن نه من تا صبح همینجام،
شایدم چند روز اینجا بمونم وقتی تو نشونه ندی. چون بهم گفته بودن اینجا قطعا موجودی وجود داره. به حق سوره حق. بروور. این صدای گاو بود. شنیدی؟ این صدای چی بود؟ دار سنگ میزنه. یه سنگ بزن جایی که نور تابیده. میتونی؟ گوشنش خاموش. من خیلی به این درخت شکاکم. فردا میام میبرمش. به کد 300. نمیدونم، شاید من کر شدم، نمیفهمم. یا علی یا علی یا علی. بسم الله الرحمن الرحیم.
یک بار دیگه میتونی درخت رو تکون بدی؟ یک بار دیگه. هر کدوم از درخت‌ها رو یه بار دیگه تکون بده. قبل از اینکه گوشی رو بکاریم برای ارتباط و با نت ارتباط بگیریم، یک مسئله هست توضیح بدم. عزیزان، وقتی نت وصل میشه این موجودات نزدیک گوشی میشه، کامل نت رو میگیره و اول هم داخل اتاق رو نشون دادیم تا هیچ راه خروجی داخل این اتاق قرار نداشته باشه. بدی سلام بر اهالی این مکان، سلام علیکم. شما فقط دارین صدای منو میشنوین. شما فقط دارین صدای منو میشنوین. شما فقط دارین صدای منو میشنوین. و برای همین گوشی رو کاشتم که با شما ارتباط بهتری بگیرم. و درگاه دومی دارم میبینمت بالای دیوار. فقط ماشاءالله، ماشاءالله به این قد، ماشاءالله، ماشاءالله. میتونی با من صحبت کنی؟ یا ابوالفضل، ماشاءالله، 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 ماشاءالله. رو نگاه کن پایینی. یک بار دیگه، یک بار دیگه بیا بیرون. ماشاءالله، ماشاءالله، ماشاءالله. ما قصد آزار به هیچ موجود خداوندی نداریم. ما کاری به نه دینت داریم نه به دیانتت. ما فقط اومدیم برای ارتباط. میتونی اون در عقبی رو بزنی به هم؟ دارم میبینم پشت پنجره عقبی. میتونی بزنیتش به هم؟ میتونی در رو ببندی؟ به حق میکائیل، رومائیل، به حق فرشتگان خداوند، به حق شومان، درود بر تو. دیدمت، دیدمت. ماشاءالله، ماشاءالله.
لا حول ولا قوة الا بالله و هو العلی العظیم. درود بر شما، درود بر خاندان شما، درود بر تو، درود بر تو. ماشاءالله. به مثبت به 1000 برای ایجاد جنجال در این مکان. یالا یالا یالا. بیا جلو، بیا جلو، بیا با من صحبت کن. بیا 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 جلو، بیا جلو، بیا 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 جلو. نترس، تو فقط داری صدای منو میشنوی. به مولایم علی قسم، نه این مکان کسی میفهمه کجاست، نه میدونن کجاست. من فقط اومدم شما را اثبات کنم به مردم، فقط همین. به نام یزدان. برات قرآن بذارم؟ دین تو بهم میگی؟ بیا جلو، من که دیدمت، من که دیدمت. درود بر تو. بیا جلو، بیا جلو با هم صحبت کنیم. من انسانم، انسان. شما هم از آتیش. خیلی خوشحالم امشب در این مکانم، خیلی خوشحالم که موجودات زیبایی رو دارم میبینم. درود بر تو، درود بر تو، درود بر تو. ماشاءالله، ماشاءالله. یک قبیله هم هستین که ماشاءالله، ماشاءالله. من میخوام باهات راحت صحبت کنم. من نمیتونم مثل بعضیا با کلاس صحبت کنم. من میخوام باهات راحت صحبت کنم، اونم استفاده از کلمات فارسی، فقط فارسی، به زبون کرمانی خودمون. خوشحالم که همچین موجوداتی رو دارم میبینم و ازشون لذت میبرم. بیا جلو، بیا جلو، پشت درب اول. از ما نترس. الان نگاه یتتون اومدین پشت در رو باز کن، در جلویی رو باز کن. کسایی تو لایو هستن نمیدونن شما چه موجوداتی هستین، چقدر مهربانید. میتونید در رو برام باز کنی؟ بیا در رو برام باز کن، ازت خواهش میکنم. ببین برات شمع روشن کردم تا انرژی بگیری، ولی بهت قول میدم در رو باز کردی. درود بر تو، درود بر تو. ماشاءالله، ماشاءالله. لا حول ولا قوة الا بالله هو العلی العظیم. ماشاءالله، ماشاءالله به این موجودات، ماشاءالله به این موجودات زیبا. ماشاءالله، ماشاءالله. بیا در رو بیشتر باز کن برام، بیا در رو برام بیشتر باز کن. بیا. ماشاءالله. کاش میتونستم بفهمم چی دوست داری برات بیارم. کاش میتونستی صحبت کنی با هم. کاش صدای تو رو بشنوم. من صحبت نمی کنم، من صحبت نمی کنم تا در رو کامل برام باز کنی، بعد بیای به هم بگی چی دوست داری برات بیارم. بیا با هم صحبت کن.
با اجازه از شیختون، با اجازه از بزرگتون. به نام این خاک پدیدار شو کامل. دادم به شیخ این روز عزیز. الان اومدی به سمت من و چند تا تونم اونجا وایسادن، دارم همه تونو میبینم. لطف کن با هم صحبت کن، با هم صحبت کن. خواهش میکنم به این گوشی نزدیک نشو. نگاه داری صفحه رو خراب میکنی. وقتی خراب بشه من نمیتونم باهاتون ارتباط بگیرم. یه جوری نویز گوشی نیا نزدیک این ابزار. این ابزار قطع بشه مجبورم بیام داخل. دلم نمیخواد بیام داخل، میخوام همین جوری باهاتون ارتباط بگیرم. بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو. دارم میبینمت پنجره پایینی دست راست. از این واضح تر بهت بگم؟ دارم میبینمت. بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو. تو میدونی من قصد آزار و اذیت تو ندارم. بیا با من ارتباط بگیر. بیا، بیا یا در کامل برام باز کن یا ببندش یا سنگی بپرون این جلو در. ای ماشاءالله، تو کونش بده. درو ببند، درو ببند. ماشاءالله تو کونش داری میدی. تو کونش بده، ببندش برام، ببندش. یه نام و نشان از خودت بهم میدی؟ اگر کد هم میفهمی، اگر کد میفهمی و دوست داری بهت کد بدم، یه نشونه بهم بده. درو کامل ببند. اگر میخوای با کد باهات صحبت کنم، درو کامل ببند.
آنچه در قسمت بعد خواهید دید. درود خداوند بر شما موجودات خوب خداوند. کامل برام خاموشیشون کن. به 1000 مثبت الف. زود باش. خاموشش کن. خاموشش کن. نگذار من از عربی استفاده کنم. موازات سوره 17 آیه قسمت میدم. یالا یالا اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بگم از آن بگم بلندتر صحبت کن. اشهد ان محمدا رسول الله. بگم تیکه مهمشو بگم یا دیگه ارتباطمون رو با همون میگیری؟ نذار این تیکه مهمو بگم، با من صحبت کن. اشهد ان علیا معصومین انبیاء حجت الله